به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولوب با عریضه زن 37 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که اولای ماه اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 17330 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 37 ساله ساکن همین شهر که پیش به ماده 338 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه عریضه زن 45 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 26 به 27 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 6000 سامانی و لباس‌ها را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 37 و 26 ساله ساکنان امین نویه که یکیشان با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق گمانبر شوندگان اولای ماه سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 50 ساله ساکن نویه واسه در آمده از آنجا 4000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. اوایل بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.